داستان تمدن. قسمت 9. مادها و پارسها در ایران. مهاجرت آریایی‌ها از مسیر سومر و ایلام آغاز شد و این مهاجرت در حدود هزاره دوم پیش از میلاد از سمت جنوب غربی ایران از مسیر انشان و پارسه تا هند و از شمال دریای خزر تا اروپا استمرار یافت. آریایی‌ها پس از مهاجرت طولانی در دورترین نقطه از مرکزیت تمدن‌های بزرگ در نهایت در حوالی دریاچه اورال ساکن می‌شوند. این آخرین سکونتگاه آریایی‌ها در مسیر بالادست به سمت شمال است. اما با نامساعد شدن شرایط اقلیمی و سرازیر شدن مهاجمان تازه از راه رسیده آلتایی، ناگزیر به ترک سرزمین خود به سمت فلات ایران، هند و اروپا گردیدند. اکنون آریایی‌ها در مهاجرت دوم از شمال به سمت سرزمین‌های پایین دست بخشی به همان سکونتگاه قبلی خود در هند و به خویشاوندان بومی هندی خود در هندوستان می‌پیوندند و بخشی نیز تحت عنوان جدید پارس در پارسه و انشان ساکن می‌شوند و مادها نیز با تصرف سرزمین‌های ساحلی نیپورها، آماردها و کاسیها تا مرز کادوسیان در سواحل رود ارس و ماننا در جنوب دریاچه ارومیه کشیده می‌شوند. ماد نام یکی از اقوام آریایی در شمال غربی ایران بود که در سده 14 پیش از میلاد در سرزمینی که بعدها به نام ماد شناخته شد سکنا گزید. مادها در دهکده‌های خودمختار و در شهرهای کوچک زندگی می‌کردند. محدوده سرزمین ماد در روزگار باستان از سمت شمال به رود ارس و رشته کوه البرز و از مغرب و جنوب به رشته کوه زاگرس محدود می‌شد. مادها از خویشاوندان نژاد هند اروپایی به شمار می‌روند و در حدود 1400 سال قبل از میلاد از کناره‌های جنوبی دریای خزر به آسیای باختری آمدند. دیاکو، یکی از حکمرانان محلی ماد، دولت کوچک و تازه خود را تحت حمایت قدرت ماننا ایجاد کرد، ولی با تمرد از ماننا و آشور با اورارتو پیمان اتحاد بست تا دولت مستقل ماد را تأسیس نماید. نخستین کار دیاکو پس از به پادشاهی رسیدن گماشتن نگاهبانانی برای خود و نیز ساخت پایتخت بود. این پایتخت در زبان فارسی باستان اگمتانه و به زبان یونانی اکباتان خوانده میشد. این شهر کهن نخستین پایتخت و ساتراپ نشین مادها بود و در مماشات آتن در یونان، روم در ایتالیا و شوش در خوزستان از معدود شهرهای باستانی جهان است که همچنان مهم و پابرجا مانده است.
برخی عقیده دارند که حکمتانه مذکور در نوشته‌های هرودوت همدان کنونی نیست و محل پایتخت اولیه ماد را باید در تخت سلیمان و در نزدیکی دریاچه ارومیه به طرف جنوب شرقی جستجو کرد. سارگون دوم امپراتور آشور در سال 715 پیش از میلاد برج‌های دیدبانی آرمائیت و دژ حسنلو در منطقه سلدوز و ایزیرتو تختگاه ماننا در جنوب غربی دریاچه ارومیه را تصرف کرد. سارگون دوم به تلافی حمله اورارتو وارد عمل شد و طی جنگ خود با ماننا وارد ماد شد تا به تمرد و هرج و مرج آنجا نیز پایان دهد. دیاکو به اسارت آشوریان درآمد، اما سارگون دوم او را بخشید و به همراه خانواده‌اش به حمات سوریه تبعید نمود. سارگون به منظور تسجیل برتری خویش بر سرزمین شرقی در ایزیرتو، تختگاه ماننا، تصویر خود را بر سنگ منقوش کرد و در نبشته‌ای تشریفاتی در کاخ خود در خرساباد اعلام کرد: دیاکو فرماندار را به همراه قبیله‌اش به حمات تبعید کردم. فرورتیش پسر دیاکو دومین شاه ماد که به همراه دیاکو و خانواده‌اش به آشور تبعید شده بود، به احتمال قوی در خاک آشور تربیت شد. بعدها وی توانست در ناحیه همدان کنونی و در 3 ایالت بیتکاری، آمادای و ساپاردا دولت واحدی تأسیس کند و پادشاهی مستقل ماد را برپا نماید. مرگ فرورتیش و شکست مادها از آشور با خروج سکاها از اتحاد با مادها به نفع آشوریان در سالهای 640 تا 625 پیش از میلاد منجر به استقرار فرمانروایی مجدد سکاها در سرزمین ماد شد. سکاها که در ناحیه بین دریای خزر و قفقاز اردو زده بودند، پس از حمله به آناتولی و شمال ایران نوعی حکومت پادشاهی در محدوده دریاچه ارومیه را بنیان نهادند. هوخشتر فرزند فرورتیش، بنیانگذار واقعی دولت ماد،
و معمار حقیقی امپراتوری ایرانیان باستان است. هوخشتر یا سیاگزار نخستین پادشاهی است که یک سلطنت سراسری را در ایران با ازدواج با شاه دخت بابلی و اتحاد با امپراتور بزرگ بابل تشکیل داد. او در حدود سال 625 پیش از میلاد با تدارک یک ضیافت مرگبار رهبران سکاها را به میهمانی دعوت کرد و همه آنها را مسموم نمود و از دم تیر گذراند و سرانجام 28 سال فرمانروایی ساکاها بر مادها خاتمه یافت. با مرگ آشور بانیپال، واپسین پادشاه قدرتمند آشور، این امپراتوری رو به افول نهاد. از سال 626 پیش از میلاد، هوخشتر پادشاه ماد و جد مادری کوروش در اتحاد با قبایل سامی کلدانی به رهبری نبوپلسر تهاجم به آشور را آغاز کردند. هوخشتر با نیروی نظامی خود که به تازگی از ساکاها تکنیک‌های نوین سوارکاری و تیراندازی را آموخته بودند، به سوی سرزمین آشور حرکت کرد. در سال 614 پیش از میلاد از کوههای زاگرس گذشت و ضمن تسخیر آبادی‌های آشوری، پایتخت باستانی دولت آشور را در محاصره گرفت. پرچم پادشاه رو به وسط میدان ببر. پس از سقوط شهر آشور، نبوپلسر پادشاه بابل در شهر آشور به استقبال هوخشتر آمد و در آنجا پیمان دوستی ماد و بابل تجدید شد. ازدواج آمیتیس دختر پادشاه ماد با بختالنصر شاهزاده بابل جبهه متحد بابلی‌ها و مادها را تقویت نمود.
در سال 605 پیش از میلاد ارتش متحد مصر و آشور در جنگی سخت با ارتش بابل و متحدین ماد و پارس به فرماندهی بختالنصر شکست خورد و به حیات امپراتوری مهیب آشور پایان داده شد. آستیاگ یا ایشتوویگو برادر آمیتیس پس از مرگ هوخشتره در سال 584 پیش از میلاد به پادشاهی ماد رسید و در ادامه جنگ‌های پدرش با آلیات پادشاه لیدیه معاهده صلحی بین دو طرف منعقد شد که طی آن دختر فرمانروای لیدیه و خواهر کرزوس به همسری آستیاگ درآمد. بختالنصر یا نبوآکت ناصر پس از سقوط آشور و پایتخت نینوا دومین امپراتوری بابل نوین را تشکیل داد. در نتیجه فتوحاتی که در جنگ با مصریان، اقوام یهود و فنیقی ها داشت، بابل شهرت و اعتبار خاصی به دست آورد. تا آنجا که بابل جانشین نینوا شد و از بزرگترین و زیباترین شهرهای دنیا محسوب گردید و معابد و کاخهای مجلل و با شکوهی در آن ایجاد شد. بختالنصر امپراتور بابل در حدود 600 سال قبل از میلاد به اورشلیم حمله نمود و یهویاکین پادشاه یهود را از حکومت اورشلیم عزل کرد و به همراه 10,000 نفر از بزرگان و کنیزان و مردان جنگی و صنعتگران و آهنگران به بابل تبعید نمود. این گروه تبعیدی مرموز نخستین سنگ‌پایه‌های نفوذ خزنده اشراف یهود در درون امپراتوری‌ها و حکومت‌ها به شمار می‌روند. اشراف و سران یهود با همراهی کاهنان به دربار بابل نفوذ کردند. بخش اعظمی از یهودیان در بابل به عنوان تاجر موفق بودند و با پشتیبانی مالی آنها گروهی تحقیقی تشکیل شد که روی منابع قدیمی یهودی تحقیق می‌کردند. در نهایت یهودیان توانستند عقاید اجدادی خود را به شکل کتاب مقدس عهد عتیق گردآوری و حفظ و ضبط نمایند.
کشور شهر بابل همانند تمدن مصر در زمان فراعنه با سازه‌های بزرگ معماری در شکوه و درخشش بود. بابل با ثروت و امکانات وسیع خود دست یهودیان بابل را باز گذاشت تا در رقابتی تاریخی با تمدن مصر برتری مهندسی معماری خود را به معرض نمایش گذارند. صنعتگران و استادکاران بابلی با الهام از ایده‌های تفرعن یهودی و تلفیق عظمت اهرام مصر با زیگورات‌های بابل سازه بیمانند برج مطبق بابیلون را طراحی کردند. و مهندسی باغ معلق سمیرامیس یا آمیتیس و انتقال آب رودخانه فرات به ارتفاع تراس هفتم که در نوع خود حتی عظیمتر از اهرام مصر بوده است را به انجام رساندند. در سال 562 پیش از میلاد بختالنصر به طرز مشکوکی درگذشت. با مرگ بختالنصر دولت بابل دچار ستیز درونی قبایل کلدانی و آرامی گردید و با بحرانی سخت مواجه شد. در این زمان نفوذ مصر در بابل افزایش یافت و در سال 543 پیش از میلاد نبونعید امپراتور بابل با فرعون مصر علیه ایران همپیمان شد. اتحاد امپراتوری بابل با فرعون مصر تهدیدی بزرگ بر سرزمین اورشلیم در میان دو قدرت بود و برای اشراف و بزرگان یهود در بابل یادآور بردگی و اسارت قوم بنی اسرائیل در مصر. اتحاد دو قدرت بزرگ مصر و بابل برای یهودیان اورشلیم و بابل بسیار مخاطره‌آمیز و غیر قابل تحمل بود. در بهار سال 539 پیش از میلاد یهودیان با همراهی کاهنان بابل و ایجاد فتنه و اغتشاش عمومی زمینه ورود قدرت سوم یعنی پادشاه پارس به بابل را هموار نمودند. و خطرناک یهوه یاورمان باشد.